باورم نمیشه که بعد از یک هفته بعد از یک ماه بارندگی امروز صبح بدون بارندگی داریم میریم از خونه بیرون. باد داره میاد. یه دونه پیج این اینستاگرام دارم که یه دختر ژاپنی هست، مثلا همه پستاش اینجوری شروع میکنه: In Japan we don't say okay, we say oh. حالا مثلا فکر کنم مثلا ما شما مثلا میخوام برای مازندرانی ها اجرا کنم، مثلا میگم که نه نگو دیگه، خرابش نکن. مثلا میگیم که ما توی مازندران نمیگیم که it's okay, we don't say it's okay, we say آخا. یا مثلا میگیم که فلانجا میای خا، مثلا با یکی دعوا میکنیم خا. وای گوشتی. گفتیم آقای زمستون باشه. آقای زمستون تو چی کار داری با ما؟ فصل تموم شده، برو پی کارت. یک تا من برم. چی کار داری؟ برو. رفت. من دیگه برم دیگه، بچه تا اونجا برم. اینم از طبیعت فرش و صبحگاهی شهر تهران. این خیابونه که همینجوری مستقیم بری ایستگاه آخرش میشه مرز اسلوونی. خورشید را مشاهده می‌فرمایید و ابرهای زیبای پنبه‌ای که در آسمان پیوسته نمایی زیبایی ایجاد می‌کنند. شما را به خداوند بزرگوار می‌سپارم. مشاهده می‌فرمایید که